از حدود 2 میلیون سال پیش تا نزدیک به 10,000 سال پیش کره زمین محل زندگی گونه‌های مختلف از انسان بود. 100,000 سال پیش 6 گونه مختلف انسان روی کره زمین زندگی می‌کردند، مثل همین الان که گونه‌های مختلف حیوانات وجود داره. چیزی که عجیبه اینه که منحصر به فرد بودن گونه انسان‌های امروزی بود. دانشمندان بعد از بررسی نمونه‌های انسانی از دوران کهن و امروز تونستن به شجره‌نامه بشر دست یابند. اکثر دانشمندان اعتقاد دارند انسان‌ها و شامپانزه‌ها در واقع از یک ریشه رشد کردند. شباهت‌های زیادی بین انسان، گوریل، شامپانزه و اورانگوتان‌ها پیدا کردند. این ادعاها از همون زمان به اثبات کامل نرسید. بعضی‌ها معتقدند به خاطر کوچک شدن دندان‌های نیش انسان باعث شد اونها به ساخت ابزار روی بیارند. 3.5 میلیون سال پیش استخوان‌های انسانی کشف شد که میتونست بر روی 2 پا راه بره و میتونست به راحتی از درخت بالا بره و حتی روی درخت زندگی کنه، ولی بیشتر ترجیح میداد روی زمین باشه. این گونه انسان به راحتی میدوید، به احتمال زیاد برای سرعت گرفتن 4 دست و پا حرکت میکرد. مشهورترین اسکلت تو این زمینه اسکلتیه به اسم لوسی که 40% اون تا به امروز در کنیا پیدا شد. 5 میلیون سال پیش جنگل‌های انبوه آفریقا به علفزارها تبدیل شدند. این وضعیت باعث شد انسان‌های ساکن در جنگل برای اینکه راحت‌تر حرکت کنند تلاش کردند روی 2 پا راه برند. برای همین تکامل انسان برای راه رفتن روی 2 پا همین تغییرات اقلیمی بود. بعضی‌ها معتقدند پیروزی انسان هوشمند نسبت به سایر ناندرتال‌ها فقط مربوط به قدرت زور و بازو نبود، بلکه به خاطر هوش و فرهنگ انسان‌های هوشمند بود. ناندرتال‌ها حدود 30,000 سال پیش منقرض شدند. یکی از دلایل انقراضشون رو میتونیم مربوط به تغییرات اقلیمی و هوایی بدونیم. طبق تحقیقات DNA 1 تا 4% آسیای غرب و اروپا اجدادشون از ناندرتال‌ها هستند و 6% از بومیان استرالیا رو هم ناندرتال‌ها تشکیل میدن. همه گونه‌های انسانی چند تا ویژگی مشترک داشتن. مهمترین ویژگی انسان‌ها اینه که انسان در مقایسه با سایر جانداران مغز بزرگی داره. مغز انسان‌های نخستین در حدود 2.5 میلیون سال پیش حدود 600 سانتیمتر مکعب بود. مغز انسان هوشمند نوین به طور میانگین بین 1200 تا 1400 سانتیمتر مکعبه. مغز ناندرتال‌ها از این هم بزرگتر بود. مغز بزرگ نیاز به قدرت بدنی زیادی داره. مغز انسان هوشمند در حدود 2 تا 3% از کل وزن بدنش رو تشکیل میده، اما زمانی که استراحت میکنیم 25% از انرژی بدن رو به خودش اختصاص میده. مغز میمون در حالت استراحت فقط 8% انرژی میخواد. انسان‌های اولیه به خاطر بزرگ بودن مغزشون وقت بیشتری برای پیدا کردن غذا صرف می‌کردن و عضلاتشون هم کوچیک می‌شد، چون مغز بزرگ انرژی بیشتری از انسان می‌برد. شامپانزه در جنگ با انسان هوشمند میتونست اونو تیکه پاره کنه. برای همین مغز بزرگ انسان باعث شد قدرت خرد داشته باشیم و از این قدرت خرد استفاده کنیم. در طی 2 میلیون سال شبکه اعصاب انسان دائما رشد پیدا کرد، اما تو سالهای اولیه تنها میتونستن چاقو، چوب نوک‌تیز بسازن. اینکه چه عاملی باعث شده مغز انسان در طول این 2 میلیون سال رشد کنه سوالی هست که هنوز دانشمندان نتونستن بهش جواب بدن. همونطور که میدونید استفاده از آتش یکی از مهمترین دستاوردهای بشره. جالبه بدونید قبل اینکه انسان یاد بگیره آتش رو روشن کنه با آتش و کاربردش آشنا شده بود، به خاطر اینکه آتش به طور طبیعی وجود داشت. معمولا رعد و برق به درخت‌ها برخورد می‌کرد و آتش ایجاد می‌کرد. انسان می‌خواست شعله‌های آتش رو برای خودش حفظ کنه. سعی کرد یاد بگیره چطور میشه آتش روشن کرد و با روش‌های ساییدن چوب‌ها یا جرقه‌های سنگ چخماق تونستن آتش درست کنن. در مناطق مثل مکزیک، فلات ایران
و مصر از آتش‌های دائمی استفاده می‌کردند. یکی از اولین آثار مربوط به ارتباط انسان و آتش تو کشور کنیاست. در اونجا اثری رو پیدا کردن که قدمت اون به 1.5 میلیون سال پیش برمیگرده. به نظر میرسه استفاده از آتش اولین قدم انسان به سوی تمدن بشری بود. آتش باعث شد تغذیه انسان بهتر بشه و این غذای بهتر باعث شد مغز انسان بیشتر به کار بیفته. آتش انقلابی در زندگی انسان‌های نخستین شد، چون هم بهشون روشنایی میداد و هم اونا رو از سرما حفظ میکرد و هم غذای بهتری در اختیارشون قرار میداد و مهمتر از اون دشمنان انسان رو فراری میداد، چون همه حیوانات از آتش میترسیدند. تا قبل از آتش انسان‌ها معمولاً شکاری که میکردن به صورت خام مصرف میکردن و یا از گیاهان تغذیه میکردن، اما آتش باعث شد غذای انسان‌های نخستین کیفیت بهتری پیدا کنه. انسان‌ها تا 300,000 سال پیش به طور گروهی زندگی می‌کردند که بیشتر مواقع به خاطر غذا با هم درگیر می‌شدند و تو همین زمان سعی کردند با دیگران ارتباط برقرار کنند و با ایما و اشاره و نقاشی روی صخره‌ها و سنگ‌ها در تلاش برای ارتباط با هم‌نوع خود بودند. همین کارها باعث شد طی چندین مرحله زبان شکل بگیره. 50,000 سال پیش یک انقلاب در نوآوری شکل میگیره. اونها برای اولین بار برای خودشون لباس درست کردن و ابزارهای پیشرفته‌ای برای شکار و دفاع از خودشون ساختن. کیفیت زندگی بهتر شد. کم کم زبان در حال تکامل بود و به طور بریده تونستن با هم صحبت کنن. بزرگترها به بچه‌ها یاد میدادن چطور زندگی کنن و زنده بمونن. این آموزش ها به نسل بعدی باعث شد نسل ها پیشرفت کنند. به باور دانشمندان از زمان پیدایش انسان تا به امروز گونه های انسانی 125,000 تغییر مختلف رو تجربه کردند تا به انسان امروزی رسیدن. انسانی که من و شما هستیم. نسل ها اومدن و رفتن، ولی از زمان انقلاب علمی تا به امروز تنها 20 نسل جابجا شدن و سرعت پیشرفت این 20 نسل در کل تاریخ بشریت بی‌نظیر بود. از 3 دهه قبل هم اینترنت دنیا رو تسخیر کرد و در این 3 دهه سرعت پیشرفت به صورت چشمگیری بیشتر شد. انسانی که به دنبال سیر کردن شکم خودش بود، امروز به دنبال حیات در سیاره‌های دیگه منظومه شمسیه. شاید قرن‌ها بعد از ما پیشرفت‌های عجیب و غریبی رخ بده که امروز تصورش برای ما غیر قابل باوره. اگه از ویدیو لذت بردید لطفاً لایک کنید و نظرتون رو در مورد منشأ پیدایش انسان تو کامنت برای من بنویسید. تو ویدیو بعدی در مورد تئوری پیدایش انسان بر روی کره زمین صحبت خواهم کرد و به بررسی نظریه‌های جذاب و بحث برانگیز پیرامون منشأ بشر میپردازم. اینکه آیا انسان به طور طبیعی در کره زمین تکامل یافته یا اینکه از سیاره دیگر به اینجا مهاجرت کرده. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای خفن ما با خبر بشید.